دیدار مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت. شیخ میفرماید ابن قدامه والمؤمنون یرون ربهم فی الاخره بابصارهم و یزورونه و یکلمهم و یکلمونه. مؤمنان در روز قیامت با چشمان سر خود پروردگارشان را میبینند، با او سبحانه و تعالی ملاقات میکنند و با او سبحانه و تعالی گفتگو میکنند و او الله سبحانه و تعالی با بندگانش نیز سخن میگوید. و دلیل این گفته ها قول الله سبحانه و تعالی در سوره قیامت است که الله میفرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. روحایی که در آن روز نورانی خواهند بود و روی پروردگار خیش نگاه میکنند در سوره قیامت آیت 22 آیت 23. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مطففین آیت 15 میفرماید که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگیز چنین نیست، هر آینه آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب شونده خواهند شد. این آیه کریمه دلالت بر اینه که مؤمنان موحدان در روز قیامت پروردگار خود رو میبینند، اما کافران در آن روز الله خودش رو از آنها میپوشاند. میفرماید شیخ که فلما حجب اولئک فی حال السخط، هنگامی که در حالتی که الله بر آنها غضب کرد پوشانده شد، یعنی این دلالت میکند که کافران در حالت غضب الله سبحانه و تعالی از دیدار او محروم میشوند، از دیدار او سبحانه و تعالی محروم میگردند، چون الله سبحانه و تعالی بر این کافران غضب کرده است، بر این کافران در آن روز در روز قیامت غضب کرده است. در حالی که مؤمنان در حالت رضایت او می باشند، اگر چنین نمی بود پس بین این دو گروه هیچ فرق نمی کرد. برای هم می فرماید قال نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر. بعد روزی که شما پروردگار خود رو می بینید چونه که این ماه را می بینید. در این حدیث مبارک می فرماید که قال نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. همانا به درستی که شما پروردگار خود رو میبینید، همان طوری که این ماه را میبینید بدون هیچ گونه مشکلی در دیدنش. این حدیث را بخاری و مسلم از روایت جابر بن عبدالله روایت کرده هستند. و همچنین میفرماید ابن قدامه که و هذا تشبیه للرؤیة بالرؤیة لا للمرئی بالمرئی فإن الله لا یشبه له ولا نظیر. میفرماید ابن قدامه که این تشبیه است برای رؤیت، یعنی برای دیدن رؤیت با رؤیت، نه برای مرئی، یعنی که آن چیزی که دیده می شود. با مرئی یعنی که الله متعال هیچ شبیه مانند ندارد. ابن عثیمین رحمه الله تعالی در این حدیث دیدن الله را با دیدن ماه مقایسه میکند، یعنی مانندی روشن و آسانی در روند دیدن، چون یک تو آشکار و واضح روشن ماه را میبینی و این قیاس تنها در باره صفات دیدن است، نه شباهت مانند بین الله و آفریده ها مخلوقات. زیرا الله متعال مانند و همتایی ندارد، چون که الله میفرماید لیس کمثله شیء، مثل مانند پروردگار هیچ کس و هیچ چیزی نیست. پس این حدیثایی که بیان کردیم این حدیث ها مربوط به دیدار الله سبحانه و تعالی است و همچنین از عالمان اهل سنت و الجماعت به این تاکید نمودند و مثل ابن قیم و همچنین ابن ابی عز در شرح عقیده طحاویه و ابن حجر در فتح بیان کرده هستند. پس معلوماتی که درباره متوافر بودن حدیث ها یا متواتر بودن احادیث ها، هم بودن احادیث ها هم برکثرت بودن احادیث ها، حدیث های متواتر آن حدیث های میگویند که با روایت های گوناگون از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. اینا را حدیث های متواتر میگویند و آن حدیث های میباشند که شماره زیادی راویان با اعتماد آنها را روایت کرده هستند و امکان ندارد که همه آنها در یک خطا یا در یک دروغ واقع بشوند. پس حدیث های دیدار الله سبحانه و تعالی که بندگان در روز قیامت پروردگار خود را میبینند از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با سندهای صحیح روایت شده است. علما می‌فرمایند که این حدیث ها با درجه متواتر رفته رسیدند، اینکه گروه از عظیمی از صحابگان این را روایت کرده هستند، گروه برای ما آمده رسیده هستند و این در باب دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت تأکید کننده عقیده اهل سنت و جماعت است
که مؤمنان در روز قیامت الله سبحانه و تعالی را با چشم سر خود خواهند دید. و ابن قیم رحمه الله تعالی حدیث های زیاد را در این موضوع جمع آوری کرده است و ابن حجر همچنین در فتح الباری شرح صحیح بخاری با اثبات احادیثی که در این روایت شده است متواتر را اشاره کردند. پس مسئله دیدن مؤمنان پروردگار خود را در آخرت اما در این اتفاق است بجز یک گروه اندکی از مردم این را مخالفت کردند مثل شیعه ها که آنها هرگز الله را نخواهند دید در آخرت. پس دیدن الله سبحانه و تعالی در دنیا، در این دنیایی که ما در قید زنده هستیم، دیدن الله در دنیا این ناممکن است به هیچ نفری حتی بر پیامبران هم. و دلیل این که دیدن مؤمنان پروردگار را در این دنیا به هیچ کسی حتی بر پیامبران هم این ناممکن است، دلیل آن گفته الله سبحانه و تعالی بر موسی علیه السلام که موسی علیه السلام از پروردگار دیدار خودش را طلب نمود. الله فرمود لن ترانی، هرگز تو مرا نمیبینی. گفت نمیبینی مرا، گفت هرگز مرا در این دنیا نخواهی دید. و این قول الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف یک ردی قطعی است برای ناامکان بودن دیدن الله سبحانه و تعالی در این دنیا. زیرا چشمان انسان برای دیدن چنین چیزی توان ندارد، قدرت ندارد و چشمان انسان یا خود انسان در این دنیا برای توان دیدن الله سبحانه و تعالی را الله را برای این در این دنیا این قدرت نداده است. اما دیدن در آخرت، یعنی دیدار الله سبحانه و تعالی در آخرت از روی عقیده اهل سنت و الجماعت با قرآن و حدیث و اجماع امت ثابت است که در آن شک و ریب و تردید نیست. و قول الله سبحانه و تعالی را خوانم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در سوره قیامت که چهره‌های در آن روز، چهره‌های درخشان در آن روز پروردگار خود را به سوی پروردگار خود می‌نگرند. و این آیه کریمه واضح روشن اثبات می‌کند که مؤمنان پروردگار خود را در روز قیامت خواهند دید. و قول الله سبحانه و تعالی کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، هرگز چنین نیست، آنها در آن روز از دیدار پروردگار محروم خواهند بود. الله آنها را خود را نشان نمی‌دهد. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی دیدار خود را از کافران بر کافران محروم می‌سازد، در حالی الله بر آنها خشم کرده است، این دلیل بر آن می‌گردد که مؤمنان در روز قیامت بر دیدار الله سبحانه و تعالی مشرف می‌گردند. وگرنه بین این دو یگان فرق، یگان تفاوت دیگر نمی‌کند. اما حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که روایت بخاری و مسلم است، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته، شما پروردگار خود را حتما خواهید دید، حتما پروردگار خود را خواهید دید چنانکه این ماه را می‌بینید و در دیدن این یگان فشار، یگان شبهه‌ای نخواهید داشت. بارک الله فیکم. اما در مورد دیدار الله سبحانه و تعالی، در مورد اتفاق سلف، اجماع امت، علما از پیشوای اهل سنت و الجماعت بر آن اتفاق دارند که مؤمنان پروردگار خدا در آخرت می‌بینند و این دیدار مؤمنان پروردگار خدا دیدار حقیقی است، حقیقی که به شأن الله سبحانه و تعالی این شایسته است. اما اهل تعطیل باشد، همیشه این کار کنندگان صفات الله سبحانه و تعالی، آنها این آیه های دیدار را چنین تفسیر کردند که مراد از این دیدن ثواب الله است، دیدن علم و یقین است، اینکه فهم معرفت الله است، اینکه هر چیز تعویل اهل تعطیل همیشه تعویلات نادرستی را در خود دارند. و شیخ می‌فرماید که ما در مورد تعویل پیشتر در قاعده چهارم این رو بیان کرده بودیم، در درس گذشته که ما رو بیان کرده بودیم. اما در مورد تعویل دوم به معنای علم، دیدار الله را به معنای علم، به معنای یقین، باوری، فهمی میکنن، در حقیقت برای نیکوکاران ابرار میگویند، ابرار نیکوکاران میگویند. این برای نیکوکاران این علم و یقین در این دنیا برای آنها میسر میگردد و حاصل میشود. حتی برای بدکاران، یکی فاجران، برای آنها چیز بعضی از علم چیز فراوان میشود، صاحب علم دانش ملکه هستند. از این رو شرح میکنه که این گونه تعویل ها باطل هستند، اساس ندارد. پس خلاصه کلام دیدار الله سبحانه و تعالی در آخرت این دیدار حقیقی است، با شأن او سبحانه و تعالی مناسب است و بدون هر گونه تشبیه و تعویل، دور از هر این گونه چیزها. و شیخ می‌فرماید که برای جواب مفصل رد بر این اهل تعطیل و این مخالفان مسئله دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت، می‌فرماید که می‌توانید به کتاب‌های زیرین مراجعه نمایید. کتاب هادی ارواح از ابن قیم که ابن قیم رحمه الله تعالی مسئله دیدن الله سبحانه و تعالی را در آخرت با دلیل‌های از قرآن و سنت بررسی کرده است.
یک جوابهای مفصل از بر اهل تعطیل و تعویل داده است، برای آن کسانی که دیدن الله سبحانه و تعالی را انکار می‌نمایند و تعویل می‌کنند. همچنین می‌فرماید شیخ که اگر شما در این مسئله باز وسیع‌تر معلومات بگیرید، می‌توانید بر بحث‌های چقرتری که عالمان اهل سنت و جماعت در این کدگی هستند، مثلا بر کتاب شرح عقیده طحاویه از ابن ابی العز الحنفی مراجعه نمایید، چون ابی العز الحنفی کلام امام طحاوی را درباره اثبات دیدن الله سبحانه و تعالی از جانب مؤمنان در روز قیامت شرح داده است و یک شرح واضح بیان خیلی زیبایی هم کرده است. اگر زنده و سلامت باشیم این کتاب عقیده طحاویه را از ابی العز الحنفی ان شاء الله که ما در آینده با همراهی شما میگیریم. بسیار یک کتاب زیبایی است و این ابی العز الحنفی تاکید کرده است که دیدن حقیقی است، با بزرگی و جلالت و عظمت الله سبحانه و تعالی مناسب است، نه از جنس مجاز یا که تعویلی که این تعویلگران میگویند. و همچنین دیگر کتاب میفرماید مراجعه نمایید در این واسه باز بیان کردن در کتاب دلایل قرآن و اثر در رؤیت الله سبحانه و تعالی با بصر، با چشم، از عبدالعزیز ابن زید الرامی. میفرماید که این تحقیقات، این کتاب‌های زمانه‌ای، کتاب‌های نو هست که با دلایل قرآن و احادیث‌ها دیدار الله سبحانه و تعالی با چشم در روز قیامت ثابت می‌نماید، بیان کرده هستند. یعنی بحث طولانی کلان از روایت‌های صحابه و تابعین جمع‌آوری کردند و مؤلف شبهه‌های این مخالفان را نیز رد می‌نماید، جواب‌های علمی هم می‌دهد. برای شیخ نصیحت می‌نماید که با سوی این کتاب‌ها شما چیکار نمایید، در این مسئله باز بگردید، از اینها فایده‌های بیشتر و نیکوتر رو هم خواهید گرفت.